دوستان عزیز سلام، امیدوارم که خوب باشید. امروز میخوام مربای بالنگ بهتون یاد بدم که خیلی خیلی خوشمزه هستش و همچنین کمیاب. به بالنگ احتیاج داریم، هر تعداد که داشتید مهم نیست، فرقی نمیکنه، میتونید بشورید، اجازه بدید که آبش بره و بعد نیاز داریم که به وسیله دستگاه پوستکن پوست نارنجی رنگ روش رو جدا کنیم. پوست نارنجی رنگ بسیار بسیار تلخی داره و ما باهاش کاری نداریم و حتما باید کاملا از نارنج جداش کنیم. داخل ویدیو بهتون نشون میدم که چجوری میتونید این کار رو بکنید. زمان خرید باید از بالنگ‌های استفاده کنید که پوست صافتری داشته باشن تا کارتون خیلی راحت تر باشه دوستان. خب بعد از اون که پوست روی نارنجی رنگ رو جدا کردیم، ممکنه یک سری جاها مونده باشه و میتونید مجددا یک دور دیگه با پوستکن این کار رو انجام بدید تا کاملا به پوست پنبه‌ای بالنگ و سفید رنگش برسید. حتما این کار رو انجام بدید تا مربای بسیار با کیفیت و خوشمزه‌ای داشته باشید. خب پوستش رو کامل گرفتیم، حالا نیاز هستش که بالنگ رو از وسط کات بزنیم و میوه اون رو از خودش جدا کنیم. ما به پوست پنبه رنگ و سفید رنگی که در تصویر میبینید احتیاج داریم و به میوه بالنگ آنچنان احتیاجی نداریم. حالا در ادامه بهتون میگم که میخوایم چیکار کنیم. خب به وسیله یک قاشق یا دست فرقی نمیکنه، باید میوه بالنگ رو ازش جدا کنیم و به این پوست پنبه‌ای برسیم. من ترجیح میدم با دست این کار رو انجام بدم، شما میتونید با قاشق هم انجام بدید این کار رو. این پوست سفید رنگی که میبینید، ما با این پوست کار داریم و میخوایم با این پوست مربا درست کنیم. پوست ها رو به اندازه بند انگشت، کوچکتر نباشه، یک بند انگشت به صورت نگینی دوستان خرد کنید. خب میوه بالنگ هم رو آبگیری میکنیم، بهتون میگم که با آبش چیکار. بریم سراغ تلخی گیری. 2 لیتر آب رو بریزید داخل قابلمه، اجازه بدید جوش بیاد. زمانی که جوش اومد پوست های سفید رو میریزید داخلش و اجازه میدید 10 دقیقه بجوشه. این باعث گرفتن تلخی از اون پوست سفیدی میشه. حالا آب کشی میکنید، آبی که بود رو میریزید دور، آب تمیز میریزید داخل قابلمه، جوش میاد، مجدد پوست ها رو که آب کشی کردید میریزید داخلش. این کار رو دوباره انجام میدید، 10 دقیقه میجوشه، تلخیش رو میده به آب کشی میکنید کاملا، دوباره آب تمیز میریزیم داخل قابلمه، اجازه میدیم جوش بیاد. وقتی که جوش اومد میوه ها رو دوباره میریزیم داخلش و چند بار باید این کار رو انجام بدیم. انجام دادن 3 بار حداقل این کار باعث میشه که این پوست های پنبه‌ای کاملا تلخی خودشون رو از دست بدن و آماده بشن برای درست کردن مربا. پس 3 بار شما آب میذارید جوش بیاد، 10 دقیقه پوست ها داخل آب میجوشه، میریزید آبش رو، مجدد این کار رو انجام میدید. بعد از اون که 3 بار این کار رو انجام دادید، اون پوست های سفید رنگ رو با وزنه دوستان وزن میکنید. مثلا میشه 300 گرم، 400 گرم، هر چقدر شد، 200 گرم. همون مقدار شکر احتیاج دارید. چقدر آب نیاز داریم؟ به ازای هر دونه بالنگ بزرگ 2 لیوان تا 2 لیوان و نیم ما آب نیاز داریم. پس آب رو اضافه میکنیم، اجازه میدیم جوش بیاد، مقداری که شکر داریم هم اضافه میکنیم، بالنگ هایی که تلخی گیر کردیم رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم روی شعله کم تا 40 دقیقه این قشنگ پخته بشه و به غلظت برسه و مربای ما آماده بشه. برای اینکه مرباتون شکرک نزنه، از همون میوه های بالنگ که بهتون داخل ویدیو نشون دادم، دو قاشق، یک قاشق تا 2 قاشق آبش رو بگیرید و به مرباتون اضافه کنید و خوب هم بزنید. دوستان عزیزم، معمولا این فرایند 40 دقیقه طول میکشه تا مربای شما کاملا آماده بشه. بعد از اینکه مربای شما آماده شد، اجازه میدید کاملا خنک بشه و داخل ظرف تمیز دبدار میریزید و میتونید داخل یخچال نگهداری کنید. اگر دیدید مربای شما شل هستش و غلظتش مورد پسندتون نیست، میتونید دوباره بگذارید روی شعله گاز و بجوشه و غلیظتر بشه. اگر هم دیدید که مرباتون خیلی غلیظ هست و سفت هستش، میتونید یک کوچولو چند قاشق غذاخوری آب جوش بهش اضافه کنید و بذارید روی شعله تا یکم رقیق‌تر بشه. دوستان عزیزم، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید. اینم از آموزش مربای بالنگ بود. اگر که دوست داشتید رنگ بهتری داشته باشه، میتونید در فرایندی که داشتیم مربا رو آماده میکردیم یک کوچولو زعفران دم کرده هم بهش اضافه کنید. دوستان عزیزم، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید. سوالی اگه بود میتونید بپرسید داخل کامنت ها، زیر 48 ساعت به شما پاسخ خواهم داد.